قبل از مقایسه اقتصاد ایران و اسرائیل باید توجه داشت که ایران و اسرائیل دو کشور با وضعیت سیاسی و جغرافیایی متفاوت هستند که تأثیر مهمی بر اقتصاد هر کشور دارد. همچنین برای انجام یک مقایسه کامل باید به چندین عامل مختلف توجه کرد، از جمله رشد اقتصادی، درآمد ملی، تحولات صنعتی، نرخ بیکاری، تجارت خارجی و سایر شاخص‌های اقتصادی. با این حال در تعدادی از این عوامل میتوان مقایسه‌ای کوتاه داشت. رشد اقتصادی در سالهای اخیر ایران با مشکلات اقتصادی مواجه بوده است که به علت تحریم‌ها، نرخ تورم بالا و کاهش قیمت نفت اتفاق افتاده است. از سوی دیگر، اسرائیل یکی از کشورهای پیشرفته منطقه خاورمیانه است که رشد اقتصادی قابل توجهی داشته است. تولید ناخالص داخلی در سال 2020 کل ایران تقریباً 458 میلیارد دلار بود، در حالی که تولید ناخالص داخلی اسرائیل در همان سال حدود 386 میلیارد دلار بود. نرخ بیکاری در اسرائیل حدود 4% در سال 2021 را در ایران تقریباً 11% در سال 2021 بود. نرخ بیکاری در ایران بیشتر است و این یکی از چالش‌های اصلی کشور است. تجارت خارجی ایران و اسرائیل هر دو کشور صادرکننده نفت هستند، اما ایران بر اساس آمار سال 2020 صادرات نفت خام بالاتری نسبت به اسرائیل داشته است. از طرف دیگر اسرائیل صادرکننده بسیاری از محصولات نوآورانه و فناوری بالا است که به آن رشد اقتصادی قابل توجهی داده است و این تنها چند عامل است که میتوان در مورد اقتصاد ایران و اسرائیل مقایسه‌ای کوتاه داشت. دوستان عزیز دانستنی‌های نظامی، به پایان ویدئو رسیدین. مرسی که این ویدئو را لایک کردید و چنل را دنبال کردید. تا ویدئوی بعدی، خدا نگهدار.